با چه آدمی میشه یه رابطه بلند مدت پایدار خوب ساخت؟ ما معمولا وقتی میخوایم با آدم‌ها ارتباط بگیریم دو تا چیز رو چک میکنیم. یا اینو چک میکنیم که من چه حسی به طرف مقابل دارم، چقدر دوستش دارم، یا اینو چک میکنیم که اون چه حسی به من داره و چقدر منو دوست داره. یا اگر خیلی فوق‌العاده برخورد بکنیم دیگه اینو چک میکنیم که آیا رابطمون کار میکنه یا نه. اما یه حالت چهارمی وجود داره که از همه اینها مهمتره و اون اینه که من به خودم در کنار این آدم چه حسی دارم. یه وقت هست که تو خیلی جذب این نفر شدی، برات آدم ارزشمند و جالبیه، ولی کنارش احساس ناامنی، اضطراب، استرس، اینکه نمیتونم شرایط رو پیش بینی بکنم، به اندازه کافی بهم توجه نمیشه و از این دست مسائل بهت دست میده. یه وقت هست نه، کنار طرف که قرار میگیری احساس میکنی امنی، دیده میشی، بهت توجه میشه، برات وقت گذاشته میشه و آدم ارزشمند و با اعتماد به نفسی هستی. خب معمولا اون شرایط غیر قابل پیش بینی و استرس آور هیجان انگیزتره و همین باعث میشه که ما احساس کنیم طرف مقابل هم جذابتره. اما میدونیم در یک رابطه بلند مدت هیجان مهم نیست. مهم اینه که چقدر به صورت مداوم و مستمر به من توجه و محبت و امنیت ارائه میشه و به همین خاطره که مهمه که اون آدم دومی رو انتخاب بکنیم. پس زمانی که دارید با یه آدم ارتباط میگیرید حتما این رو چک بکنید که کنار این آدم آیا به خودتون حس خوبی دارید. اگر دارید تا ابد هم قرار این حس خوب رو به خودتون داشته باشید. اگر ندارید این آدم داره یک ناامنی در شما رو بیدار میکنه و عامل جذب شما اون ناامنیه هستش، نه توجه و محبت و امنیت. اگر میخوای مهمترین مسائل روانشناسی رو به ساده ترین حالتش یاد بگیری حتما پیجم رو ببین. چرا شکست عشقی اینقدر دردناکه؟ چرا حاضریم 10 تا چاقو بزنن توی جیگرمون ولی دوباره شکست عشقی نخوریم؟ یه نکته مهمی که راجع به شکست عشقی وجود داره اینه که ما فکر میکنیم شکست عشقی خوردیم، اما در حقیقت ما معتاد طرف مقابل شده بودیم. اتفاقی که میفته چیه؟ به محض اینکه ما رابطه عاطفی رو شروع میکنیم یه پازل ناکامل از طرف مقابل میاد توی ذهنمون. ذهن ما به هوای کامل کردن این پازل، شناختن طرف مقابل، آینده مبهم و فوق‌العاده با این آدم، شروع میکنه به ترشح چیزی به نام دوپامین. دوپامین مولکول لذت و باعث میشه تو احساس هیجان زدگی و لذت فوق العاده در کنار این آدم داشته باشی. حالا یه مقدار که میریم جلوتر به هر دلیلی این رابطه قطع میشه. اونجاست که حجم زیادی از دوپامین که داشته ترشح میشده یهو متوقف میشه. یهو مدار دوپامینی ما خاموش میشه. دیگه هیچ لذتی رو تجربه نمیکنی و اون هیجان یهو فروکش میکنه. اینجاست که اکثر آدم‌ها به اشتباه فکر میکنن که شکست عشقی خوردن، در حالی که این اسمش شکست عشقی نیست و تو فقط از هیجان زدگی خارج شدی. دفعه بعدی که توی یه رابطه کوتاه مدت 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه شکست خوردی، یاد این حرف من بیفت و زیاد جدیش نگیر. یواش یواش خودش التیام پیدا میکنه و میتونی با یه آدم دیگه رابطه رو شروع بکنی. ضمناً اگر میخوای چالش برانگیزترین مطالب روانشناسی رو به ساده ترین حالتش یاد بگیری حتما پیجم رو ببین. پارتنر من یه سری دوستان صمیمی جنس مخالف داره. آیا من باید نگران این قضیه باشم؟ دکتر شرلی گلاس در کتاب Not Just Friends میاد میگه که دوستی ساده تقریباً یک افسانه است. حدود 82% افرادی که در رابطه‌شون خیانت کردن ادعا میکنن که من اول قصد نداشتم خیانت بکنم و فکر میکردم دوست معمولی هستیم، اما به مرور معمولاً درد و دلها شروع میشه، احساس صمیمیت به وجود میاد، تفریحات مشترکی پیدا میکنیم و بعد از یه مدت میبینیم اون انرژی که باید در رابطه اصلی خرج بکنیم رو اینجا داریم خرج میکنیم و همین زمینه ساز خیانت عاطفی یا جنسی یا خیانت عاطفی جنسی هستش. حالا در مقابل این موضوع چیکار باید بکنیم؟ اولا باید بدونم که انرژی من چه از لحاظ تفریح کردن، چه از لحاظ درد و دل کردن و هر چیزی باید در رابطه اصلی من خرج بشه. دوما این رو باید بدونم که اگر دوستان صمیمی جنس مخالف دارم یا باید به خوبی بتونم حد و مرزهام رو در اون رابطه رعایت بکنم، یا اگر نمیتونم به خوبی حد و مرزها رو مشخص بکنم، بهتره که از این رابطه به نفع رابطه اصلیم کنار بکشم. اگر دوست داری چالش برانگیزترین مطالب روانشناسی رو به ساده ترین حالتش یاد بگیری حتما پیجم رو دنبال کن. آیا من میتونم گوشی پارتنرم رو چک بکنم ببینم که به کی پیام میده، با کی صحبت میکنه و کلا چی داره توی گوشیش؟ ما آدم‌ها معمولا در قضیه چک کردن 2 تا حالت داریم. یا اونقدر طرف مقابل رو کنترل میکنیم، سیمجیم میکنیم که کجا بودی، چیکار کردی، توی گوشی چی داری، افراطی برخورد میکنیم. و یا هم میگیم که آقا طرف مقابل خودش باید بفهمه که مراقب خودش باشه و اتفاقی نیفته دیگه. میدونیم که در حالت اول ما داریم به طرف مقابل آسیب میزنیم چون رسما کنترلش میکنیم و آزادیش رو ازش میگیریم. و در حالت
دوم هم یه مقدار داریم ساده لوح برخورد میکنیم و واقعا ممکنه که آسیب ببینیم. پس بهترین کاری که میشه انجام داد چیه؟ بهترین رفتار اینه که من در مجموع طرف مقابل رو کنترل نکنم و بهش اعتماد داشته باشم، چون این اصل اول رابطه است. اما اگر موقعیتی پیش اومد که احساس خطر کردم، اولا حق دارم که بگم من احساس خطر میکنم. دوما طرف مقابل موظفه که به من توضیح بده و من رو آروم بکنه، چون یکی دیگه از اصول رابطه امن بودن اون رابطه است. و سوما اگر طرف مقابل شرایطی رو به وجود بیاره که من دائم توی اون رابطه احساس استرس و نگرانی داشته باشم، دیگه اون رابطه چه فایده ای داره؟ پس در مجموع بهتره که زیاد به این قضیه گیر ندیم، اما اگر موقعیتی پیش اومد که شرایط حساس شد، باید طرف مقابل پاسخگو باشه. اگر دوست داری که به بهترین شیوه رابطه عاطفیت رو بسازی و پیش ببری، حتما پیجم رو فالو کن. چه آدمی ممکنه به ما خیانت بکنه و چطور این رو تشخیص بدیم؟ اولا این رو بهتون بگم که کلا ما آدم خیانتکار نداریم، ولی یه سری ویژگی‌های شخصیتی داریم که ممکنه احتمال خیانت رو ببره بالا. به عنوان مثال آدمی که تجربه گرایی خیلی بالایی داره. این آدم دائم دوست داره تفریحات متنوع، کارهای متفاوت، رفتارهای متفاوت، شخصیت‌های مختلف رو تست بکنه و طبیعیه که دوست داشته باشه آدم‌های جدیدی رو هم تست بکنه و همین زمینه ساز خیانته. راستی همینجای ویدیو بهت بگم، داخل کپشن واسط نوشتم چطور این آدم‌ها رو تشخیص بدیم. مورد دوم، آدم‌هایی که مسئولیت پذیری پایینی دارن. آدمی که نمیتونه به قول‌هاش عمل بکنه، نمیتونه روی یک مسیر مستقیم و باثبات باشه، نمیتونه اگر به خانواده‌اش و دوستانش عهدی داشت به اون پایبند بمونه. این آدم احتمالاً مهمترین تعهد زندگیش که رابطه عاطفیش هست رو هم نمیتونه به خوبی اجرا بکنه. مورد سوم، آدم‌هایی که حد و مرزهای مشخصی ندارن. به عنوان مثال پارتنر تو بردی برای اولین بار توی جمع دوستات، خیلی سریع با همه رفیق میشه، شوخی میکنه و هر حرفی رو بهشون میزنه. خب این آدم در مسئله حد و مرزگذاری یه ذره ایراد داره. و حالا شما فرض کن این سه تا موضوع با هم همراه بشه. آدمی که دائم دنبال این ور و اون ور رفتن و ارتباط گرفتنه، در ارتباطاتش حد و مرز رو رعایت نمیکنه و با هر کسی هر صحبتی رو انجام میده و در نهایت هیچ تعهد و مسئولیتی نسبت به رابطه اصلیش نداره. خب به طبع این مثلث وقتی با هم همراه بشه، احتمال خیانت خیلی میره بالاتر. اگر میخوای مهمترین مطالب روانشناسی رو به علمی ترین حالتش دریافت بکنی، پیجم رو فالو کن. چرا روانشناسا اصرار دارن که خانم‌ها نباید زود رابطه جنسی برقرار بکنن؟ مگه بین خانم و آقا تفاوتی وجود داره؟ ما یه هورمونی داریم توی بدنمون به اسم اکسیتوسین. اکسیتوسین هورمون عشق مادرانه هستش. یعنی شما وقتی به یک نفر علاقمند هستید، اکسیتوسین در خون شما ترشح میشه و نسبت به این آدم عشق مادرانه پیدا میکنید. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ حین برقراری رابطه جنسی خانم‌ها در هر صورت میزان زیادی از اکسیتوسین ترشح میکنن، اما آقایون فقط در صورتی اکسیتوسین ترشح میکنن که به طرف مقابل از قبل علاقمند باشن. یعنی وقتی که شما زود رابطه جنسی برقرار میکنید، شما در هر صورت با برقراری رابطه جنسی عشق و علاقتون داره میره بالاتر. ولی اون آدم اگر علاقه‌ای به شما داشته باشه، رشد پیدا میکنه، اگر نداشته باشه همینجا باقی میمونه. و اینجاست که بعد از چند تا رابطه جنسی شما از لحاظ احساسی خیلی بینتون فاصله میفته. شما از طرف مقابل توقع پیدا میکنید، دوست دارید دائم پیگیرتون باشه، بهتون توجه بکنه، زنگ بزنه، اما نکته‌ای که نمیدونید اینه که احساس اون آدم خیلی از شما عقب‌تره. پس اون آدم اینجا از شما و عواطفی که دارید میترسه، یا در حالت بدتر سوء استفاده میکنه و تهش هم این رابطه به جدایی ختم میشه. یادت باشه صبر کردن برای برقراری رابطه جنسی کاملا به نفع خودته. خلاص. با آدمی که به من زنگ نمیزنه، پیام نمیده و برای من انرژی نمیذاره، چه رفتاری باید داشته باشم؟ دو تا رفتار عمومی داریم ما آدم‌ها معمولا. رفتار اصلی که بیشتر انجام میدیم میررینگ یا آینه سازی هست. یعنی صبر میکنم ببینم طرف مقابل چقدر انرژی میذاره، چقدر پیام میده، چقدر زنگ میزنه، به همون اندازه منم خرج میکنم انرژیمو و اگر هم پیامی نده، پیامی نمیدم. رفتار دوم که رفتار درستری هست و میخوام یادش بگیرید، مدلینگ هست، به معنای مدل سازی. به این معنی که من یک اقدامی انجام بدم، آقا طرف زنگ نمیزنه، پیام نمیده، من این کار رو بیام انجام بدم. چرا میگم این رفتار درست تره؟ چون خیلی وقتا به همون اندازه که تو میترسی، تو نگرانی، تو مطمئن نیستی که طرف مقابل ازت خوشش اومده یا نه، اون همین نگرانی ها و ترس ها رو داره. و نکته جالب تر اینه که هر قدر طرف واقعی تر باشه و جدی تر تو رو بخواد و بیشتر به تو فکر کرده باشه، بیشتر نگران هست و تردید داره و شک داره. یعنی اگر تو یه سری جاها بیای پیش قدم بشی و اون جای خالی که ایجاد شده رو تو پر بکنی، احتمال اینکه اون آدمی که داری باهاش ارتباط میگیری واقعی تر باشه هم بیشتره. حالا سوالی که ممکنه پیش بیاد، آقا من میام پیام میدم، زنگ میزنم، اون بعدش این کارو انجام نمیده، این مورد چیه؟ این مورد خودش داره داد میزنه، من واقعی نیستم. تو اومدی انرژی هم گذاشتی، پیش هم اومدی. اگر تردیدی داشتم الان باید رفت بشه دیگه. تردیدهای من رفت شده، پس اگر باز هم انرژی نمیذارم، یعنی یه چیز دیگه ای من از این رابطه میخواستم و اون چیز تو نیستی.
خلاص. میخوام داستان پسر یا تعریف بکنم که قصد ساخته یک رابطه جدی با تو داره. این پسر احتمالاً چی کار میکنه؟ مورد اول، هر چه زودتر تعیین انحصار میکنه، یعنی مشخص میکنه آقا ما با هم صنمی نداریم، تو پارتنر منی، تو همسر منی، تو نامزد منی. دقیقاً چی؟ مورد دوم، تو رو به دوستان و خانواده‌اش معرفی میکنه، نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان یک نقش. یعنی نمیگه این ساراست، میگه این ساراست همسر من، پارتنر من، نامزد من. مورد سوم، تلاش زیادی برای رشد استقلالش میکنه و تو رو هم توش سهیم میکنه. یعنی ممکنه بیشتر کار بکنه، اهداف بزرگتری بچینه و برای این اهداف از تو نظر و مشورت بخواد. و مورد چهارم، علاوه بر این که عشق و حال و اون هیجان رو با تو تجربه میکنه، یه سری سوالات عمیقی هم ازت میپرسه راجع به رفتار، اهداف، برنامه‌هات و آیندت، تا ببینه که احتمالاً با تو چه زندگی خواهد داشت. اگر میخوای اطلاعات بیشتری راجع به این موضوع داشته باشی، هایلایت رابطه جدی رو داخل پیجم ببین. یه نکته داغ آوردم واسهتون که میزان موفقیت شما در رابطه رو تضمین میکنه. تحقیقات ثابت کرده که میزان حساسیت ما به تغییر حالات عاطفی پارتنرمون تعیین کننده میزان موفقیت ما در رابطه است. آقا خیلی قلم به سلم بس، واسمون سادهش کن. چشم. مثال میزنم واسهتون، شما توی خیابون اگر آژیر آتش نشانی رو بشنوید بیشتر توجه میکنید یا صدای یه بوق ماشین؟ یا شما توی یه مهمونی که 100 نفر حضور دارن دیدید که همه با هم حرف میزنن، شما هیچ چیزی نمیفهمید، ولی به محض اینکه یه نفر اونور سالن اسم شما رو صدا میزنه، شما سریع توجهتون میخکوب میشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون مغز ما نسبت به یک سری از محرک ها واکنش های بیشتری نشون میده و توجه بیشتری میکنه. حالا اومدن گفتن که شما باید نسبت به صدای پارتنرتون، نسبت به توجهی که از شما میخواد، نسبت به حرفی که با شما میزنه، نسبت به شکلک و حالتی که مقابل شما نشون میده، باید همین حد از توجه رو داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی همونطور که یه بچه وقتی صدایی ازش در میاد شما سریع آماده پاسخگویی هستید، پارتنرتون هم به محض اینکه فعلی انجام میده شما باید آماده پاسخگویی باشین. دکتر جان گاتمن اومده اسم این رو گذاشته TTE Turn Towards Each Other، یعنی روی گردان بودن به سمت هم، و میگه هر قدر شما بیشتر روی گردان به سمت هم باشید، رابطتون هم موفقیت آمیزتر خواهد بود. ببینید اینو کسی داره میگه که کل زندگیش رو صرف بررسی زوجهای موفق کرده. جدی بگیرید خواهشاً این قضیه رو. نکته دیگه این ممکنه نگفته باشم؟ فکر نمی‌کنم. خلاص. آقا چه عاملی تعیین میکنه که ازدواج و رابطه ما به موفقیت برسه و 10 سال بعد هم که برمیگردیم نگاه میکنیم بگیم آدم درستی رو برای زندگی انتخاب کردم؟ بچه‌ها تحقیق رو اومدن روی 10047 نفر انجام دادن در 33 کشور و 5 جزیره، یعنی تحقیق خیلی بزرگیه، و به این نتیجه رسیدن که 5 عامل اولی که تعیین میکنه رابطه شما به موفقیت برسه اینها هستش. مورد اول، عشق و علاقه و جذابیت متقابل. میدونیم اگر وجود نداشته باشه اصلا رابطه رو شروع نمی‌کنیم. مورد دوم، شخصیت قابل اتکا. این که طرف چقدر مسئولیت پذیره، چقدر قابل پیش بینی هستش و به شما امنیت میده، چقدر حرفایی که میزنه رو عمل میکنه و زندگیش نظم و دقت داره. مورد سوم، ثبات هیجانی. این که طرف چقدر میتونه توی چالش ها، سختی ها، بحث ها، اختلافات هیجاناتش رو کنترل بکنه، واکنش خوبی نشون میده و از اون مسیری که برای زندگیش تعیین کرده به خاطر اتفاقات کنار نکشه. مورد چهارم، خصلت های خوشایند. این که طرف آدم مهربونی باشه، آدم درستکاری باشه، به دیگران اهمیت بده، نظرات دیگران رو ببینه و بپذیره و بفهمه و درک بکنه، آدم بیراهی نباشه اصطلاحاً. و مورد پنجم، سلامت جسمانی. این که طرف از لحاظ فیزیکی و بدنی چقدر قوی هستش، بدنش، هیکلش خوب باشه. میدونید این هم توی رابطه جنسی تاثیرگذاره، هم طرف از لحاظ بیماری مقاوم‌تر هست و هر روز دکتر و دوا و مریضی ندارید، و همین که طرف خوش استایل‌تر و خوشگل‌تر هستش و لذت میبری از این قضیه. این 5 تا عامل تعیین کننده رضایت شما از ازدواج بعد از 10 سال هستش. برو چک بکن ببین پارتنرت اینها رو داره یا نه. ضمناً توی کپشن نوشتم که چطور چنین آدم‌هایی رو پیدا بکنید. طبق گفته گری چپمن، آدمی که به شما علاقه داشته باشه حداقل به 2 حالت از این 5 حالت این علاقه رو به شما نشون میده. حالت اول، ابراز علاقه کلامی، چیزی که هممون بلدیم، قربونت برم، فدات بشم و اینطور مسائل. حالت دوم، خدمت رسانی به شما، اینکه یک کاری برای شما انجام بده، مشکلاتتون رو حل بکنه، حواسش به شما باشه و ازتون مراقبت بکنه. حالت سوم، هدیه خریدن براتون، اینکه یه گل براتون بخره، یه شکلات براتون بخره، یا در مراحل بالاتر یه انگشتر براتون بخره، یه خونه، ماشین یا هر چیز دیگه‌ای. حالت
مهارت چهارم، صمیمیت فیزیکی. اینکه زیاد شما رو لمس بکنه، زیاد نزدیکتون بشینه، بغلتون بکنه، دست به سرتون بکشه و اینها. و حالت پنجم، وقت گذروندن زیاده با شما. اینکه ترجیح بده تایم زیادی رو با شما باشه و توی جمع‌ها سعی بکنه نزدیک به شما باشه و حواسش کاملا به تو باشه. یادت باشه آدمی که به تو علاقه داشته باشه یه راهی برای ابراز این علاقه پیدا میکنه و این راه به هیچ عنوان از این 5 حالت خارج نیست. واسه من 4 سال طول کشید تا لابلای کتاب‌ها و مقالات روانشناسی این 4 تا نکته رو راجع به رابطه عاطفی یاد بگیرم. مورد اول، تمام روابطی که با هیجان زیاد شروع میشن محکوم به شکستن. اگر میبینی ابتدای رابطه خیلی همه چیز داره سریع پیش میره، فرصت برای فکر کردن و شناخته هم ندارید، احتمالاً رابطه اشتباهی رو انتخاب کردید. مورد دوم، هیچ رابطه‌ای از خیانت در امان نیست. شما هیچ وقت نمیتونید جلوی خیانت رو بگیرید، فقط میتونید با حد و مرزگذاری و قانونگذاری در رابطه احتمال اتفاق این موضوع رو بیارید پایین‌تر، که این حد و مرزگذاری و قانونگذاری خودش یه مهارت و باید یادش بگیرید. نکته سوم، همه فکر می‌کنن که سختی رابطه اون چند ماه اولشه که هم ابراز علاقه بکنید، هم رو بشناسید، خیانت اتفاق نیفته. اما عزیز من، سختی رابطه بعد از 1 ساله، جایی که تو مجبوری به خواسته ها و نیاز طرف مقابل حتی بیشتر از خودت اهمیت بدی. و نکته چهارم رو دوست دارم تو از تجربه زندگی شخصی بهمون بگی تا ما بتونیم ازش استفاده کنیم.